جهان ماست، این کهکشان ماست. ذره ذره خاک این زمین از آن ماست. در شام بی طلوع ماه از آن ماست. هر ستاره‌ای که می‌دمد به نام ماست. نقاب شب را پاره می‌کنیم، شب ستم را چاره می‌کنیم. که موی تو رمز صبح پیش روز، سپیده در برق تار موی تو. سپیده در برق تار موی توست. خسته‌ای از این کهنه زن، از شب ترس و بندگی. دیگری خاموشی بس است. از شراره‌های خون زبان می‌کشیم به نام زندگی. گلوله از نگاهت آب می‌شود، زمین ز نور سیراب می‌شود. که موی تو رمز صبح پیش روز، سپیده در برق تار موی تو. سپیده در برق تار موی توست. این تن از آن ماست، جان از آن ماست. ایران و انتخاب این و آن از آن ماست. از کاممان گذشت گرد بی غرور، سینه را سپر کنیم که حق از آن ماست. هراسشان ز تاب موی توست که شعله رهاییست. به موی تو به اتحادمان فرو ریزد این سیاهی. گلوله از نگاهت آب می‌شود، زمین ز نور سیراب می‌شود. که صبح آزادی پیش روز، سپیده در برق تار موی تو. سپیده در برق تار موی توست. درودهای انقلابی من رو پذیرا باشید. بینندگان عزیز تلویزیون کماله و حزب کمونیست ایران، بسیار خوشحالم که یک بار دیگه با برنامه زنده ویژه خیزش مردمی و انقلاب سراسری در ایران در خدمت شما هستم. جای بسی خوشحالی است که باید گفت که هفته‌ای که گذشت و 24 ساعتی که گذشت، انقلاب ایران خیز بسیار بزرگی برداشت. ما شاهد این بودیم که امروز کامیونداران 5مین روز از اعتصاب سراسریشون رو به پایان رسوندن و بیش از 10 شرکت کارگران به اعتصابات سراسری پیوستند. 24 ساعت شادی رو پشت سر گذاشتیم. دیدیم که در سراسر ایران، در شهرهای کوچک و بزرگ، از دانش آموزان، دانشجویان و مردم ایران به خیابونها اومدن و با رقص و پایکوبی ابراز خوشحالی کردن از اینکه تیم حکومتی در مقابل آمریکا باخت. و اینطور که پیداست وضعیت سیاسی ایران وارد فاز جدیدی شده. برای ارزیابی از وضعیت کنونی انقلاب ایران امروز همراه هستیم با رفیق ایوب رحمانی، فعال کارگری از لندن. رفیق ایوب، سلام و درود، خیلی خوش اومدید. خیلی خوشحالم که یک بار دیگه در خدمت شما هستم. ممنونم که دعوتمون رو پذیرفتید. منم به شما درود میفرستم و همینطور به همه بینندگان عزیز و تشکر میکنم از دعوت. خیلی خوش اومدید. خب رفیق ایوب، هفته همونطور که گفتم بسیار میشه گفت پر دستاوردی رو مردم ایران و انقلاب ایران پشت سر گذاشتن. وضعیت سیاسی کنونی ایران رو شما چطور ارزیابی میکنید؟ ببینید، به مسئله فوتبال اشاره کردید. اجازه بدید با همین مسئله، با همین موضوع در واقع صحبت رو شروع بکنم. منم خوشحالم، با همراه با مردم ایران خوشحالم و دیروز من بخشایی از اون مسابقه رو نگاه می‌کردم و آرزو می‌کردم که تیم به اصطلاح ملی ایران ببازه،
تقریبا با هیجان میخواستم که ببازه، تو هم با خشم. و وقتی هم که باختن خوشحال شدم، ولی باید بگم انتظار نداشتم مردم ایران به این صورت، یعنی در این ابعاد و با این گستردگی و با این آگاهی، یعنی بدون اینکه اپوزیسیون سراسری باشه که از مردم بخوان عکس العمل نشون بدن. مردم با تحلیل خودشون متوجه شده بودن که این تیم که به اصطلاح تیم ملی، تیم اونا نیست، تیم حکومتیه و خواهان این بودن که این تیم شکست بخوره. دلیلش هم مشخص بود، پیروزی این تیم با توجه به اینکه اینا قبل از حضورشون در قطر به دیدار رئیسی رفته بودن. خب در مسابقه اول سرود ایران رو نخوندن و بعداً به هر حال تحت اجبار دولتی مجبور شدن که سرود رو بخونن و به طور کلی مردم یه مرزبندی به نظرم درستی کردن. یعنی این تیم از خودشون ندونستن و از همون لحظه دیگه مشخص بود که آرزو دارن که این تیم شکست بخوره و شکستش باعث شد که میگم مردم بدونی که کسی بهشون بگه در سراسر ایران، در بیشتر شهرها در ساعت 1 نصف شب به خیابان ریختن، با ماشیناشون، با شعارهاشون، با بوق زدنهاشون ابراز خوشحالی کردن. دلیلش هم مشخص بود، چون اگر این تیم میبرد و به مرحله بالاتر میرفت، یعنی حتی که مساوی هم میشد میبرد و به مرحله بالاتری میرفت و در برگشت این تیم رژیم اینو به عنوان پیروزی از تیم خودش، پیروزی خودش و پیروزی به اصطلاح تیم ملی ایران جا میزد. و همچنان که در رابطه با ولز وقتی که اینا پیروز شدن بر ولز، دیدیم که نیروهای یگان ویژه، همون نیروهایی که مردم رو در خیابان‌ها کشته بودن، قاتلان مردم، به رقص و پایکوبی پرداختن و این خشم مردم رو خب بیشتر میکرد و مردم خب انتظار نمیخواستن که دوباره شادی به عناصر وحشی حکومتی رو ببینن، شادی سرکوبگران خودشون رو ببینن و به همین دلیل با باخت این تیم اینا پیروزی خودشون دونستن و اومدن خیابون‌ها، میادین شهرها رو اشغال کردن و رقص و پایکوبی کردن، بوق زدن. شادی و خشم، یعنی هم شادی بود و به نظر من هم خشم تو امان، یعنی هم خشم و هم شادی رو ابراز کردن. گفتم منم شریکم با این خشم و شادی و این مرزبندی که مردم کردن با اون تلاشایی که رژیم سعی می‌کرد این تیمو به عنوان تیم ایران جا بزنه و به عنوان تیم مردم جا بزنه و بعد از پیروزیش باباش خودشو بفرسته و دست به رقص و پایکوبی بزنه. بله، در سوشیال میدیا هم این خبر و این پیام دست به دست میشد که هم شیرینیشون رو گذاشتن، هم اسلحه‌شون رو، برای اینکه به محض اینکه تیم و فوتبال به اتمام برسه، نتیجه اعلام بشه، انتخاب کنن یا دست به اسلحه ببرن یا شیرینی. و متاسفانه ما دیدیم که دست به اسلحه بردن و 2 نفر هم جونشون رو از دست دادن. بله، منم شنیدم اینا راهی نداشتن یا راهی ندارن، یعنی تنها ابزاری که در مقابل اعتراض مردم در دست خودشون میبینن سلاح و سرکوب مردم. ولی به هر حال الان وضعیت به این صورته که اون ترس ریخته شده. یعنی مهمترین مسئله‌ای که به نظرم در رابطه با مسائل اجتماعی ایران صورت گرفته، ریزش ترس از رژیم و به خاطر همین هم میبینیم علیرغم این کشتارهای وحشیانه‌ای که تا حالا رژیم بهش اقدام کرده، مردم دست از اعتراض بر نمیدارن و از هر فرصتی استفاده میکنن برای اینکه به انقلاب خودشون ادامه بدن. و این خوشحالی و یا شادی تو هم با خشم مردم بعد از باخت به اصطلاح تیم ایران، تیم فوتبال حالا جمهوری اسلامی بهتره بگم، خب اینم نشون میده که مردم از هر فرصتی استفاده میکنن برای اینکه به اعتراضات خودشون ادامه بدن. بله، و میشه گفت که این شادی سبب شد که قدم‌های بعدیشون در راه رسیدن به انقلاب و پیروزی رو محکم‌تر برمی‌دارن. یه جایی نوشته بودن که مردم ایران شادترین مردم غمگین دنیا هستن و واقعا دیشب میشه گفت که واقعا این جمله صدق میکرد و مردم ایران که همشون دلشون خون بود و با توجه به اینکه نزدیک به 500 نفر جونشون رو از دست دادن با شلیک مستقیم نیروهای سرکوبگر و خیلی ها الان در زندان ها هستن، خیلی ها در بازداشت و جاهای میشه گفت تاریک خانه های رژیم هستند، اما با وجود این بازم مردم ایران خوشحالی کردن. خب با توجه به این اوضاع، وضعیت سیاسی ایران رو چطور ارزیابی می‌کنید؟ وضعیت انقلاب رو و همینطور
وضعیت خود حکومت رو. بله، قبل از اینکه به این سوال شما بپردازم لازم می‌دونم یه نکته هم بگم. یعنی اتفاقی که دیشب در ایران صورت گرفت در سطح جهانی بی سابقه است. بی سابقه از این نظر که ما در تاریخ فوتبال هیچگاه نداشتیم که تیم یک کشوری ببازه در مسابقات جام جهانی و مردم اون کشور ابراز خوشحالی کنن و خوشحال باشن از این باختن. و این نشون میده اون شکاف عظیمی که بین مردم و رژیم جمهوری اسلامی افتاده. ولی در رابطه با وضعیت سیاسی کشور من به نظرم بهتره که از چند تا نکته‌ای که در اون فایلی که بیرون اومده، یعنی بولیتنی که هک کردن اون گروه بلک فوروارد هک کرد به اصطلاح از خبرگزاری فارس و این افشا شده، بهتره با این شروع بکنیم. اونجا نکات جالبی رو داره مطرح میکنه. میدونی این خبر، این مثلا بولتن‌های داخلی هستند که از جمله خبرگزاری فارس که وابسته به سپاه هستش برای مقامات حکومتی تهیه میکنن. دو تا از این فایل‌ها منتشر شده، یکیش دیروز منتشر شد که در رابطه با اون قائم مقام فرمانده بسیج، اگر اشتباه نکنم قاسم قریشی بود، که اونجا یه سری مسائل مطرح شده که به نظرم جالبه. یه قسمت دیگه‌اش قسمت دیگه از اون بولتن‌ها که امروز منتشر شده که در واقع بولتنی هستش که برای اون سردار سلامه فرمانده سپاه پاسداران تهیه شده و اونجا نکات جالبی رو اشاره میکنه و این نکات به نظر من تا حدودی به ما میگه که اوضاع چه قراره و وضعیت به چه صورته. یه نکته‌ای که اونجا هستش میگن یعنی تو اون بولتن اومده بر طبق گزارشی که اینا تهیه کردن، بولتنی که تهیه کردن، میگن 84% از مردم ایران اعتراضات را راه حل خودشون میبینن. یعنی این نشون میده 84، یعنی به گفته خودشون، به گفته مقامات حکومتی، 84% از مردم ایران در واقع همدلی دارن با این اعتراضات. اینا راه حل میبینن، نه چیز دیگه ای رو. خب این بی سابقه است واقعا. یعنی شما در نظر بگیرید اگر اون 16% رو در نظر بگیریم، یعنی پایگاه رژیم، حتی اگر اون 16% کاملا موافق باشن با رژیم، پایگاه رژیم تا این حد به اصطلاح آب رفته و کوچک شده و کم شده، در اقلیت مطلق قرار گرفته. یه نکته دیگه در اونجا مطرح میشه از قول حداد عادل که میدونید حداد عادل رابطه مستقیمی با خامنه ای داره و میره هر چند مدتی به دیدار خامنه ای. میگه این گزارش داره میگه که حداد عادل در گزارش به خامنه ای میگه که بسیج، یعنی سازمان بسیج، قدرت بسیج کنندگی خودش رو از دست داده و ضعیف شده. این نکته بسیار مهمی هستش که یعنی اون سازمان سرکوبگر دیگه قدرت بسیج رو نداره و ضعیف شده. نکته دیگه که بازم اشاره میکنه و اینم بسیار مهمه، میگه که ریزش ترس از نیروهای انتظامی و نیروهای نظامی از سوی مردمه. یعنی این ترسی که مردم داشتن از نیروهای انتظامی، از نیروهای انتظامی و نظامی، این ترس فرو شکسته شده، ریزش پیدا کرده، مردم دیگه نمیترسن و این بسیار مهمه. یعنی وقتی که مردم از نیروهای سرکوب نترسن، عملا به قدرت خودشون پی میبرن و عملا به مبارزات خودشون به اصطلاح ادامه میدن. نکته دیگه‌ای که بازم در این بولتن بهش اشاره میشه میگه که 70% مردم آینده‌ای برای خودشون در چارچوب از نظر معیشتی آینده رو نمی‌بینن، یعنی بهبود اوضاع خودشون رو در ادامه اعتراضات می‌بینن، نه در وضعیت غیر اعتراضی یا وضعیت آرام جامعه. یعنی 70% مردم مشکل معیشتی دارن و به نوعی راه حل اون معیشت خودشون رو برآورد به نیازهای خودشون رو در پیشبرد به صورت اعتراضات کارگری می‌بینن. نکته دیگری که بازم در این بولتن هست، اختلافاتی که در بین، نشون میده که اختلافاتی که بین مقامات حکومتی هست. یعنی اینا احساس تنهایی میکنن، احساس چجوری بگم، احساس این میکنن که اوضاع داره از دست میره و اون انسجام درونی خودشون رو دارن از دست میدن. مثلا اشاره میکنه که قالیباف وقتی که یعنی رئیس مجلس وقتی به دیدار خامنه‌ای میره، خامنه‌ای بارها ازش خواسته که حمایت کنن، مجلس حمایت کنه از دولت موجود، ولی قالیباف اونجا بحثش این بوده که خب ما این دولت نه برنامه‌ای داره و نه هدفی داره، ما چجوری میتونیم از این دولت حمایت کنیم. یعنی نشون میده که بین خود به سران رژیم،
سران قوا، بعد نیروهای انتظامی، اون همبستگی و انسجامی که اینا قبلا داشتن بعد از این اعتراضات دیگه ندارن. اینا مواجه شدن با مردمی که ترسشون ریخته به قول خودشون، در ابعاد گسترده‌ای دست به اعتراض میزنن. 80% راه حل رو در تداوم اعتراضات میبینن و با این موقعیت روبرو هستن. در نتیجه ما به نظر من شاهد این هستیم که اون توازن قوایی که بین مردم، اون اوایل به خصوص اوایل خیزش، اون توازن قوایی که بین مردم و رژیم وجود داشت و رژیم از ابزار به اصطلاح سرکوب بیرحمانه استفاده کرد که بتونه مردم رو سرکوب کنه، اون به شکست منجر شده. یعنی شما اگه برگردیم به خیزش دی ماه 96 یا برگردیم به خیزش آبان ماه 98 که با اون کشتار وسیع در عرض مدت کوتاهی اینا تونستن اون خیزش ها رو سرکوب کنن، این بار الان بیش از 70 و چند روز گذشته و اینا نتونستن این خیزش بزرگی رو که مردم ایران ایجادش کرده به وجود آوردن با مبارزات خودشون، این خیزش رو در هم بشکنن و همین باعث شده که اختلافات درونیشون بیشتر شده، روحیه‌شون ضعیف‌تر شده و به قول خودشون قدرت بسیجشون، یعنی اون نیروی بسیجگرشون قدرت بسیجش رو از دست داده و این نشون میده که این توازن قوای شکننده داره به نفع مردم و به زیان رژیم در حال تغییر. بله، میشه گفت که این بولتون محرمانه که حک شده نشان از استیصال رژیم داره و نشان از این داره که خامنه ای واقعا داره تنها طلبان حکومتی که گفته که شما فقط موقع انتخاباته که شروع به حرف زدن میکنید، گلایه کرده از نیروهای سرکوبگر و میشه گفت که اونا به خوبی پی بردن به این که عمر چندانی از حکومتشون باقی نمونده و باید به فکر فرار باشن و یا اینکه به فکر این باشن که در دادگاه‌های عادلانه یه روز محاکمه بشن. خب رفیق ایوب، یه نکته‌ای هم در رابطه با این بولتن‌ها بگم، در رابطه با اصلاح طلب‌ها که اشاره کردید. از جمله اشاره میکنن این بولتن‌ها که به اصطلاح این سران اصلاح طلب چندین بار با قالیباف دیدار کردن، با رئیسی دیدار کردن و نگرانی بسیار جدی دارن. اگه یادتون باشه در خیزش آبان ماه اصلاح طلب‌ها همراه با حکومت، چون برآوردش این بود که حکومت قادر این جنبش رو سرکوب کنه، یعنی اون خیزش رو سرکوب کنه، خیزش آبانا، در نتیجه اصلا علنا اومدن و خواهان این شدن که مسئله جمع بشه، به قول خودشون کلمه‌ای که استفاده میکنن که مثلا نیروهای انتظامی این مسئله رو جمع کنن در اتاق خیزش آبان. ولی اکنون خود اصلاح طلبان هم به دست و پا افتادن، چون میبینن اوضاع خطرناکه، جنبش تداوم پیدا کرده و اون شرایط تغییر پیدا کرده. علاوه بر این داره یه نکته دیگه که احساس به تنهایی هسته اصلی قدرت رو نشون میده. در این بولتن‌ها اشاره شده که بخشی از خواص، یعنی بخشی از نیروهای خود رژیم، مثلا از جمله مجمع تشخیص مصلحت نظام چرا ساکته، یا بسیاری از اصولگراها، به اصطلاح خودشون اصولگراها رو که میگیم، ساکتن و حمایت نمی‌کنن به اصطلاح از حکومت در رابطه با سرکوب مردم. یعنی اینا نشون میده به اصطلاح تزلزل در رأس قدرت و اختلافات در رأس قدرت داره خودشون نشون میده و به احتمال زیاد با تداوم خیزش مردم، با تداوم انقلاب مردم، این اختلافات بیشتر خواهد شد، شکاف‌ها بیشتر خواهد شد، ریزش‌هایی که میگن بیشتر خواهد شد و اون قدرت بسیجی که میگن کم شده اونم بیشتر خواهد شد و این به نفع مردم خواهد بود همه. بله، سپاسگزارم. خب رفیق ایوب، ما میدونیم که اعتصاب میشه گفت که دانشگاه انقلابه، مدرسه انقلابه و اینکه اعتصاب کارگری ستون فقرات اعتصابات عمومیه. خیلی‌ها نقد میگیرن که خب مردمی که در خیابون هستن چرا فراخوان میدی برن تو خونه ها و دست به اعتصاب بزنن. اما ما میدونیم که اعتصابات کارگری و اینکه کارگران بتونن چرخه تولید رو متوقف کنن و اینکه حتی میشه گفت بعضی از شرکت‌های صنعتی شاهرگ کلیدی و اصلی رژیم هستن که میتونن با اعتصاباتشون کمر رژیم رو بشکنن، همونطور که در سال 57 این اتفاق افتاد و کارگران شرکت نفت شیر نفت رو بستن و حکومت شاهنشاهی و پهلوی رو سرنگون کردن.
ما امروز شاهد این بودیم که در طول البته یک هفته گذشته از اول آذر ماه تا به امروز شاهد این بودیم که بیش از 10 شرکت به اعتصابات پیوستن و این جای بسی خوشحالیه. میشه گفت که جای شگفتیه که کارگران در عرض مدت کوتاهی اینطور به اعتصابات سراسری پیوستن. شما نظرتون در این مورد چیه؟ دقیقاً خبر بسیار خوشایندیه. یعنی ما مدت‌ها منتظر بودیم که من در جای دیگه هم گفتم، در گفتگوها و در مسابقه‌های دیگه هم گفتم، چون خیلی این مسئله رو مطرح می‌کردن، پس در این خیزش انقلابی، در این انقلاب کارگرها کجا هستند؟ و انتظار خیلی از کسایی که دل در گرو این انقلاب دارن و مخالف رژیم هستن و خواهان تغییر وضعیت اجتماعی و سیاسی در ایران هستن، خب اینا با توجه به تجربه انقلاب و اون چیزی که شنیده بودن یا دیده بودن از انقلاب بهمن، انتظارشون این بود که خب کارگرها کجا هستن و چرا به میدون نمیان و اون اعتصابات کارگری صورت نمیگیرن. حالا من به دلایلش بر نمیگردم، ولی خب یکی از یعنی زیاد بهش نمیپردازم. یکی از دلایلش این هستش که به نظر من مکانیسم به اصطلاح جنبش کارگری مکانیسم ویژه‌ای، یعنی اراده گرایانه نیست، یعنی به این ترتیب نیست که کارگرها حتی اگر بخواهن یا اون فعالین کارگری هر وقت بخواهن دست به اعتصابات بزنن. ما شاهد بودیم مثلا کارگران هفت تپه، من تو گفتگوی قبلی هم با شما فکر کنم اینو مطرح کردم، فعالین کارگرای هفت تپه بعد از قتل مهسا امینی سوار شدن و رفتن تا سقز که همبستگی خودشون رو با خانواده ژینای مهسا امینی اعلام بکنن و این نشون میداد که برای اینا چقدر نسبت به این اعتراضات، نسبت به این کشتاری که داره صورت میگیره، خب همدلی دارن و اعتراض دارن نسبت به این کشتار و با اون خانواده ها همدلی دارن و دل در گروه این اعتراضات دارن، یعنی همدلی دارن با این اعتراضات. یا کارگران پروژه‌ای شرکت نفت در همون اوایل این خیزش خب مثلا اعلام کرد، شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پروژه نفت اعلام کردش که ما در تدارک اعتصاب هستیم و حرکت کردن برای اینکه اعتصاب بکنن. ولی متاسفانه بسیاری از این شرکت‌های پتروشیمی رو عملاً به پادگان تبدیل کردن، یعنی با حمله‌ای که نیروهای انتظامی، نیروهای امنیتی اونجا داشتن، اینا عملاً مانع به شکل‌گیری این اعتصابات شدن. نزدیک 150 نفر از کارگران نفت رو دستگیر کردن، از کسایی که دست به اعتراض و اعتصاب زده بودن. همین دیروز 2 نفرشون همین دیروز آزاد کردن، یعنی اینا بخشن تا همین حالا که ما داریم صحبت میکنیم در زندان بودن یا هنوزم هستن. یعنی این بود، یعنی این حرکت، این تمایل برای سازماندهی اعتصابات بود. ولی متاسفانه یکی از جمله به دلایل سرکوب حکومتی، از جمله آماده نبودن، نداشتن اون تشکلات سراسری کارگران، خب کارگران نتونستن عملاً از این فرصت استفاده کنن و دست به اعتصاب بزنن. ولی اگر برگردیم به سال گذشته، من میخوام برگردم به سال شما اتفاقا، اگر سال 1400 شما در نظر بگیرید، جنبش کارگری یکی از معترض‌ترین به اصطلاح جنبش‌های اجتماعی در ایران بود. ما شاهد 4100 خورده مورد اعتصاب و اعتراضات کارگری در سال 1400 بودیم که در واقع بی سابقه بود، در سالهای اخیر بی سابقه بود. این وقتی بود که جنبش دانشجویی فروکش کرده بود، متاسفانه جنبش زنان دیگر اون قدرتش رو نداشت و حتی اعتراضات خیابانی رو ما شاهدش نبودیم در سطح گسترده مثلا آبان یا آبان 98 یا 96. با این حال جنبش کارگری این همه اعتراضات داشت، به خاطر همین هم انتظار بود که این اعتراضات ادامه پیدا کنه. ولی با سرکوب بسیار گسترده در ابتدای این خیزش انقلابی، با سرکوب گسترده‌ای که صورت گرفت و نداشتن اون تشکل سراسری که کارگران را فرا بخونه و سازماندهی کنه، این اعتراضات فروکش کرد. ولی مشخص بود که این فروکش موقتیه. من بارها در گفتگوها، در مصاحبه‌ها، در نوشته‌ها گفتم که این موقتیه، این فروکش، برای اینکه اون خواسته هایی که کارگران داشتن و براش اعتراض و اعتصاب کردن در سال گذشته نه تنها برآورده نشده، بلکه وضعیتشون بدتر شده. یعنی شما نرخ تورم رو که در نظر بگیرید و اینو مقایسه کنید با سطح دستمزد کارگران، وضعیتشون هم از نظر معیشتی بدتر شده، هم از نظر شرایط کار بدتر شده، هم از نظر ناامنی شغلی بدتر شده و اینا مجموعاً نشون میده که اون عاملی که کارگرها
در رابطه باش به اعتراض کرده بودن در سال گذشته، اون عامل اصلی اونجا هست و اینا به هر حال دست به اعتراض و اعتصاب خواهند زد در یه اولین فرصتی که بسیار فراهم بشه. ما الان نمونه ها رو داریم میبینیم. مثلا از ذوب‌آهن که شروع کنیم، همین شنبه گذشته بار دیگه کارگران ذوب‌آهن دست به اعتصاب و اعتراض زدن و اینا در چند روز قبلش در 24 و 25 بهمن آبان دوباره اعتصاب کرده بودن، یعنی چند روز قبلش. بعد در کنارش کارگران لوازم خانگی پارس در الوند، استان البرز، خب اینا دست به همین اخیراً دست به اعتصاب زدن و اونجا شعار کارگر حق تو فریاد بزن و شعار میدادن. و مراکز تولیدی دیگه که حالا مثلا در 15 تا الان میتونیم بشمریم ولی خب وقت برنامه‌تون گرفته میشه. مثلا از بندرعباس شرکت گندوره سازی که در یکی از مناطق مثل بندرعباس هستش، همین امروز دست به اعتصاب زدن. و دیروز در بیمارستان امام خمینی در تهران پرستارا اومدن بیرون و اون اعتراض دادن که رسانه‌ای هم شده. یعنی اینا همه نشون میده که اعتراضات کارگری داره شروع میشه، داره یه پیوندی ایجاد میشه بین اعتراضات در خیابان و اعتراضات در کارخانه و محیط‌های مراکز کاری به طور کلی. ما این پیوند اهمیتش در اینه که همونجوری که در سوال شما هم نهفته بود، متاسفانه باید بگم جنبش‌های اعتراضی علیرغم همه شهامتی که بسیار معترضین و این کسایی که بسیار به خیابان میان از خودشون نشون میدن که واقعا تحسین برانگیزه، به تنهایی قادر نیست در مقابل رژیم سرکوبگری مثل رژیم جمهوری اسلامی به موفقیت برسه. تنها راهش اعتصابات کارگری بخصوص در مراکز کلیدی اقتصاد ایرانه، در نفت، پتروشیمی ها، در صنایع فولاد، در برق و در حمل و نقل. و اینا میتونه به اصطلاح کشور رو، یعنی رژیم جمهوری اسلامی رو فرج کنه و عملا حکمرانی رو ناممکن کنه و در اونجا شاید شکاف‌های بیشتر خواهیم بود، چون نیروهای سرکوب باید پخش بشن. یعنی فقط اعتراضات خیابانی نیست، اون وقت کارخونه‌ها هست، مراکز تولیدی هست و عملا ناممکن خواهند کرد این اعتصابات و اعتراضات خیابانی تداوم استقرار حکومت. و اونجا ما دیدیم، من سنم میرسه، من در انقلاب ایران شاهدش بودم، وقتی کارگران صنعت نفت به اعتصاب پیوستن عملا دیگه کار تموم بود برای رژیم، یعنی مشخص بود که کارش تمومه، برای اینکه حتی تانک‌های رژیم برای اینکه بیان مردم رو سرکوب کنن سوخت نداشتن، درآمد رژیم عملا قطع شده بود. و اینجا به نظر من اهمیتش اینه، اهمیت پیوستن اعتصابات پیوند، ایجاد پیوند یا پیوند خوردن اعتصابات کارگری با اعتراضات خیابانی در اینه که اون توازن قوای طبقاتی که ازش صحبت داشتیم می‌کردیم، اونو کاملا به نفع مردم، به نفع کارگرا و به زیان رژیم تغییر خواهد داد و زمینه شروع میشه برای زیر کشیدن این رژیم. بله، سپاسگزارم رفیق ایوب. بینندگان ما میتونن از طریق شماره تلفنی که در پایین صفحه تلویزیونشون است در طول شبانه روز از طریق پلتفرم تلگرام پیام‌ها، تصاویر و عکساشون رو برای ما بفرستن. شما اگه موافق باشید ما آخرین تصاویری رو که این عزیزان برامون فرستادن ببینیم و کوتاه برمیگردیم. حتما.
بله بینندگان عزیز، آنچه که دیدید رقص و پایکوبی و شادی مردم ایران بود در تمام شهرهای کوچک و بزرگ. این شادی پیش زمینه است برای جشن پیروزی، جشن بزرگ سرنگونی دیکتاتوری حال جمهوری اسلامی. بله، در برنامه امروز همراه هستیم با رفیق ایوب رحمانی، فعال کارگری از لندن، برای ارزیابی از موقعیت کنونی انقلاب ایران. رفیق ایوب، درودی دوباره. درود بر شما، در خدمتتون. رفیق ایوب، در مورد اعتصابات کارگران حرف زدیم، در مورد اینکه خب اعتصابات چند سال اخیر کارگران مخصوصا سال گذشته بوده که این زمینه رو برای انقلاب امسال ایران، انقلابی که ما در اکنون در سراسر شهرهای ایران در حال وقوع هستش، رو این زمینه رو فراهم کرد و قطعا کسی نمیتونه جایگاه این اعتصابات و جایگاه کارگران رو نادیده بگیره. اما میگن که کارگرانی که دست به اعتصاب زدن در شرکت‌های مختلف، مطالباتشون صنفیه و در مورد معوقات مزدی و اینا هسته. شما نظرتون در این مورد چیه؟ ببینید، اولا هیچ وقت مبارزات کارگران و اعتراضات کارگران فقط صنفی نبوده. یعنی ما با یه رژیمی روبرو هستیم که هر گونه اقدام دست جمعی بلافاصله به مسئله سیاسی تبدیل میشه. برگردیم به مثلا 15 سال پیش، وقتی برای اولین بار 1984 کارگرای شرکت واحد اتوبوسرانی تهران دست به اعتصاب زدن، فقط خواستای صنفی رو مطرح کرده بودن. یه سری مطالباتی داشتن که مطرح شده بود که ما این خواستا رو داریم که حق همه کارگران در سطح جهان غیر از رژیمایی که مثل رژیم جمهوری اسلامی هستن. خب اونجا چی شد؟ ما مواجه شدیم با اینکه اینا در سحرگاه روز اعتصابی که کارگران قرار گذاشته بودن که اعتصاب بکنن، ریختن به خونه کارگران. حدود 150 نفر از فعالین کارگری رو همراه با خانواده اونا، یعنی زن و بچه، هر کی که در خانه بود، اینا دستگیر کردن و بردن اونجا. خب وقتی که این برخورد صورت میگیره با مطالبات اقتصادی، عملا برخورد سیاسیه. یعنی کارگران تو تجربه خودشون میفهمن که وقتی میخوان به مطالباتشون برسن با چه صدی روبرو هستن، با چه کسی روبرو هستن، با سرکوب رژیم روبرو هستن و عملا رژیم رو در مقابل خودشون میبینن. علاوه بر این، کارگران به درستی، اکثریت کارگران آگاهن این سیاست‌های اقتصادی که رژیم پیاده کرده، همین سیاست‌های اقتصادی باعث شده که به این فلاکت و بدبختی و دستمزدهای پایین و ناامنی شغلی و هزار تا مشکل دیگری که دارن مثلا باهاش مواجه بشن. در نتیجه این سیاست‌ها بوده، این ساختار اقتصادی بوده که اینا رو به این وضع دچار کرده. در نتیجه هر مطالبه‌ای که کارگرها انجام دادن عملاً بعدش به مبارزه سیاسی تبدیل شده. کارگران سندیکای نفت گفتن ما می‌خوام حق تشکل باید داشته باشیم، ما می‌خوام سندیکای خودمون رو بسازیم و دیدیم چه برخوردی باشون صورت گرفت. فعالینشون دستگیر کردن، سرکوب کردن، زندانی کردن سالهای سال و عملاً اون خواست مطالبه اقتصادی، حتی با اینکه کارگران در ابتدا مطالبه اقتصادی رو مطرح کردن، به خواست سیاسی تبدیل شد. در هفت‌تپه ما اینو دیدیم. در هفت‌تپه کاملا، یعنی اعتراضات کارگران هفت‌تپه که از همون اواسط 84 اواسط دهه 80 شروع شد و تا حدود 15 سال ادامه داشت، اینا خب بارها جلوی فرمانداری، جلوی استانداری، نمیدونم شهر را بستن، جاده را بستن و نیروهای یگان ویژه رفتن سرکوبشون کردن، دستگیرشون کردن. وقتی که داشتن حرکت میکردن به طرف نمیدونم دیدار کنن با نماینده‌های مجلس، تو راه دستگیرشون کردن و زندانیشون کردن. یعنی سرکوبگری رژیم عملا باعث میشه خاص سیاسی بشه. یعنی حتی اگر کارگرها در ابتدا این خواست سیاسی خودشون رو مطرح نکنن، حتی نگن که ما میخوام تشکل مستقل خودمون رو ایجاد کنیم که عملا خواست سیاسی تبدیل میشه، حتی اگر اینم مطرح نکنن، چون رژیم هیچ پاسخی در رابطه با این مطالبات اقتصادی نداره، به سرکوب مستقیم رجوع میکنه، متوسل میشه و این سرکوب مستقیم به خودی خود مسئله سیاسی خواهد کرد. یعنی من این نکته رو بگم و تموم کنم در این رابطه. شما در نظر بگیرید همین بولتنی که افشا شده و اونجا داره میگه دولت آقای قالیباف، تو اون بولتن درونی داره میگه که به خامنه‌ای داره میگه این دولت رئیسی هیچ برنامه و هیچ هدفی نداره
یعنی دولتی که برای مردم به قول خودشون هیچ هدف و برنامه‌ای نداره، خب مشخصه نمیتونه دردی از، حتی اگر بخواد هم نمیتونه دردی از مشکلات مردم و به خصوص کارگرها رفع بکنه، برآورده کنه. در نتیجه باید توجه داشته باشیم که این مطالبات همیشه در این حتی 40 ساله هر وقت مطالبات اقتصادی بوده بلافاصله در نتیجه سرکوب حکومتی به خواستای سیاسی تبدیل شده، به مطالبات سیاسی تبدیل شده، عجین بوده با مطالبات سیاسی. به علاوه در این شرایط معین که یه انقلابی در ایران جریان داره، در این شرایط معین وقتی کارگرها مطالبات اقتصادی مطرح میکنن، همه میدونن که این پشت سر این مطالبات اقتصادی یه خواست سیاسی هست، همراهی با مبارزات مردم. ما اینو نمونه‌هاشو گفتم، در هفت‌تپه دیدیم که تا سقز مسافرت میکنن که همدردی خودشون نشون بدن. در رابطه با کارگران شرکت نفت دیدیم که همدردی خودشون نشون میدن. همین اخیراً من معلمانم جز کارگران حساب میکنم، بخشی از طبقه کارگر ایران هستن. همین الان شما به اطلاعیه، آخرین اطلاعیه معلمان مریوان نگاه کنید. در اون اطلاعیه اول اینا به دیدار خانواده سوران لطفی رفتن، مسعود نیکخواه رفتن که در زندانن، معلمای فعالین معلمایی که در زندانن، و قطعنامه‌ای که اونجا قرائت میکنن، قطعنامه‌ای که بعدش هم انتشار دادن، اونجا میگن ما همراه مردمیم. شما وقتی مردم رو میزنید و میکشید، اینا ما با مردمیم. خب از این سیاسی تر نمیتونن بگن. یا اطلاعیه شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی معلمان رو در نظر بگیرید، خب اونجا از کشتار دانش آموزا دیگه خاص مطالبات اقتصادی نیست، کشتار دانش آموزا رو سرکوب میکنن، اخراج معلمایی که به اصطلاح با دانش آموزا در رابطه با این اعتراضات همراهی کردن همراهی میکنه و به رژیم در اعتراض میکنه به این کشتار وحشیانه به اصطلاح مردم، کشتار وحشیانه، سرکوب وحشیانه دانش آموزا اعتراض میکنه و اینا خواستای سیاسی هستن، عملا خواستای سیاسی هستن. من میگم که حتی اگر اینا مطرح نشه در بخشای دیگه، کارگران وقتی به اعتصاب میرن و با خواست مطالباتی به اعتصاب میرن، عملا خب یه خواست سیاسی درش نهفته هست. یعنی رژیم چون نمیتونه خواسته های مطالباتی کارگران رو برآورده کنه، متوسل به سرکوب میشه، آخرین سلاحی که داره، و متوسل شدنش به این سلاح سرکوب عملا مسئله سیاسی خواهد کرد. یادمون باشه که کارگران نفت فقط یه خواست سیاسی مطرح کردن در سال 57، گفتن زندانی سیاسی آزاد باید کرده، دیگه نه. خب ولی آزادی زندانیان سیاسی برای رژیم شاه یعنی که تغییر گسترده توازن قوای طبقاتی به نفع مردم و به نفع کارگری و به نفع کارگران، و دیدیم که بعد از آزادی زندانیان سیاسی رژیم شاه یواش یواش در سقوط، در سراشیبی سقوط قرار گرفت. بله، سپاسگزارم. اشاره کردیم به بیانیه‌های شورای صنفی معلمان، چه شورای سراسری، چه کردستان سقزیویه و مریوان، و اینکه خب در این بیانیه‌ها اشاره شده به محکوم کردن شکنجه سوران اسکندر لطفی رو و همچنین حکم‌های فعلی و ناعادلانه که به معلمان داده شده، و اینکه خب معلمان سال گذشته میشه گفت اعتصابات بسیار سازماندهی شده ای رو به انجام رسوندن و وقت در سراسر ایران بود و کاملا متشکل بودن. و در آخر حرفاتون هم اشاره کردیم به آزادی زندانیان سیاسی که کارگران نفت در سال 57 مطرح کرده بودن. من معمولا در برنامه هامون از مهمونا میخوام که اهمیت اینکه این شعار رو به صدر شعارها بیاریم تا چه حد این اهمیت داره، و اینکه ما میبینیم که در طول یک سال گذشته بیشتر رهبران چهره‌های سرشناس و خوشنام و با تجربه فعالین کارگری و حال صنفی، معلمی، به قول شما معلمان، بازنشستگان، پرستاران، دانشجویان، همه اینها قشر کارگر هستن و از طبقه کارگر هستن. ما میبینیم که اینها الان در سیاهچال‌ها هستن، دارن شکنجه میشن، زیر شکنجه هستن برای اعترافات اجباری، اتهام‌های واهی بهشون زده شده، حکم‌های فعلی بهشون داده شده. چقدر اهمیت داره با توجه به اینکه خب ما میبینیم که در سطح خیابون‌ها، در ملأ عام، سرکوبگران چقدر ها رو وحشیانه به معترضین حمله میکنن و الان اون جوونا از زنان، مردان و حتی کودکان که ما دیدیم دیروز حکم محاربه 10 کودک در دادگاه کرج داده شده و این میشه گفت این دیگه واقعا لکه ننگیه، نه تنها بر پیشانی رژیم جمهوری اسلامی بلکه بر پیشانی
بشریت و یونیسف که خودش رو سازمان حمایت از کودکان میدونیم و در مقابل این همه جنایت دارن سکوت میکنن. نظر شما در این مورد چیه؟ سکوت یونیسف واقعا شرم‌آوره. یعنی ما دیدیم مثلا طبق آمارهای رسمی که خود حکومت داره اعلام میکنه نزدیک به 60 نفر کودک کشته شدن. یعنی حالا این آمارایی که میاد معمولا رسما اعلام نمیکنن ولی اینجا و اینجا خبرش به هر حال میاد بیرون، بخشی از مقامات اعلام میکنن، نمیدونم خانواده‌های این کشته شدگان به جان باختگان دارن اعلام میکنن. یعنی 60 نفر کودک و رژیم مستقیما در کشتارشون نقش داشته، یا با تفنگ شاسمه‌ای کشته، یا با مستقیما با شلیک به صورت اسلحه جنگی کشته، یا با باتوم زده کشته. به هر حال این کشتار حکومتی در رابطه با کودکان یعنی واقعا شرم‌آوره که یونیسف تا حالا عکس العمل درستی نشون نداده. یعنی یه اعتراضات کوچیک من پریروز دیدم کرده ولی این کافی نیست. یعنی یونیسف وظیفه‌ش اگه به عنوان یه سازمانی که حمایت از کودکان جزئی از برنامه‌اش وابسته به سازمان ملل، این باید به صورت عکس العمل بیشتری نشون بده. یه نکته دیگه که بگم من فراموش کردم در قسمت اول بگم، ما تا حالا فکر می‌کردیم مثلا چیزی حدود 14 یا 15 هزار نفر در این اعتراضات دستگیر شدن. در همین بولتن بولتن مال خبرگزاری پارس که فرستاده شده برای سلامی فرمانده پاسداران، اونجا داره اشاره میکنه که 30,000 نفر دستگیر شدن. یعنی اگر این آمار رو قبول کنیم که احتمالاً شاید بیشتر از این هم باشه، یعنی 30,000 نفر رو اینا به صورت دستگیر کردن و در زندان به سر میبرن. خب رژیم ببینید ابزارش در رابطه با خاموش کردن این اعتراضات، سرکوب این اعتراضات، یا میزنه مستقیما میکشه یا دستگیر میکنه و در زندان ها قرار میده. یعنی اون پرسشی که شما مطرح کردید چقدر مهمه مسئله آزادی زندانیان سیاسی که یکی از صدر شعارهای مردم و کارگران و معلمان و به طور کلی مردم قرار بگیره، بسیار مهمه. یعنی در آوردن این حربه دستگیری و زندانی کردن و خود مسئله زندانی سیاسی از دست رژیمه. یعنی اون وقت که رژیم نتونه دیگه کسی رو دستگیر کنه بدون هیچ دادگاهی، بدون هیچ مثلا جرمی و بره بندازه زندان و فعالین اجتماعی رو دستگیر کنه، چون از این 30,000 نفری که دستگیر شدن همشون در اعتراضات نبودن. خب بخش زیادشون بودن بدون تردید، ولی بخش دیگرشون فعالین اجتماعی بودن که در شهر در محیط‌های کار خودشون چهره‌های شناخته شده‌ای بودن، قبلا سابقه مبارزاتی داشتن. خب اینا رو دستگیر کردن رژیم از ترسش، یعنی اینا رو بدون هیچ جرمی، بدون هیچ اتهامی در واقع دستگیر کردن، چون نگران بودن، میترسیدن که اینا میتونن نقش ایفا کنن در این مبارزات مردم، در این انقلاب، در این خیزش انقلابی نقش ایفا کنن. پیش از اون که اونا دست به اقدام بزنن دستگیرشون کردن. علاوه بر اون حتما شما هم خبر داری بسیاری از کسای دیگه، فعالین اجتماعی، فعالین کارگری، فعالین معلمان، به طرق مختلف از سوی رژیم به صورت تهدید شدن. SMS براشون فرستادن، گفتن شما تحت کنترل هستی، ما شما را زیر نظر داریم، اقدامات شما را زیر نظر داریم، اگه دست به اقدامی بزنید دستگیرتون میکنیم. اینا یعنی یه مجموعه از به اصطلاح حرکت‌های سرکوبگرانه رو بهش متوسل شده برای اینکه بتونه سرکوب کنه این انقلاب مردم رو. در نتیجه بسیار مهمه که این من متاسفانه کمتر میبینم. یعنی درسته مثلا معلمان به خصوص شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی معلمان بارها تاکید کرده مسئله معلمان دستگیر شده و کلا فعالین اجتماعی دستگیر شده و زندانی شده رو مطرح کرده و خواهان آزادی اینا شده و اینا جزئی از مثلا خبرهاش در کانال‌های تلگرامیش و در جاهای دیگه مطرح میکنه. در خارج از کشور به خصوص کمپین‌هایی که صورت گرفته، تشکلات کارگری و تشکلات حالا بگیم معلمی، مثلا جمله آموزش بین الملل، بارها در رابطه با مسئله دستگیری معلمان و زندانی کردن معلمان و این حکم‌های فعلی که برای معلمان صادر شده اعتراض کردن، بیانیه دادن. یعنی یه همبستگی جهانی با طبقه کارگر، هم از بخش تولیدیش و معلمان، یعنی بخش خدماتیش وجود داره و این در سطح جهانی به نظرم خیلی میتونم بگم فعالین معلمی در ایران و در خارج از ایران خوب عمل کردن که جلب همبستگی بین المللی رو از این زندانیان سیاسی و زندانیان فعالین اجتماعی که در زندان هستن به وجود بیارن و موفق بودن در این زمینه. ولی در ایران متاسفانه حالا دلیلش من نمیدونم، خواست آزادی زندانیان سیاسی آنچنان که باید
جزء خواستای معترضین، کسایی که در اعتراضات خیابانی و یا اعتراضات دیگه شرکت میکنن چندان مثلا روش تاکید نمیشه و امیدوارم که این عوض بشه. و مثلا جنبش دانشجویی هست، البته اینم بگم که جنبش دانشجویی که واقعا باید بهشون دستمریزات گفت، یعنی جنبش دانشجویی به خصوص در این انقلاب خوش درخشیده، یعنی سابقه نداشته که در تاریخ شاید جنبش کارگری، حالا من فعال جنبش کارگری نیستم ولی دنبال میکنم، در تاریخ جنبش دانشجویی شاید سابقه نداشته باشه که 60 دانشگاه برای مدت‌های طولانی دست به اعتراض و اعتصاب بزنن که ما شاهد بودیم در این خیزش انقلابی دانشجویان این کارو کردن. و مسئله خواست آزادی دانشجویان زندانی یکی از خواستهای اصلی در واقع دانشجوها هستش، ولی امیدوارم که در بقیه بخش‌ها هم این مسئله خواست آزادی زندانی سیاسی مطرح بشه و روش تاکید بشه. سپاسگزارم. رفیق ایوب، به عنوان آخرین سوال ازتون میخوام که ارزیابیتون رو در آینده نزدیک از این انقلاب چطور میبینید؟ درسته که کسی نمیتونه پیش بینی کنه، اما ما شاهد شرایطی هستیم که بسیار جای امیدواریه و روز به روز صحنه‌های شکوهمندی از انقلاب رو میبینیم. شما ارزیابیتون در کوتاه مدت راجع به آینده این انقلاب چیه؟ یه نکته رو بگم که ارتباط داره به همین پرسش شما، چون معمولا من این ور اون ور میبینم و میشنوم که وقتی که یه 3 روزی یا 4 روزی از اعتراضات خیابانی یا از اعتراضات در اون سطح گسترده خبری نیست، معمولا به اصطلاح نیروهای حکومتی، عناصر حکومتی هم دامن میزنن به این مسئله که جنبش یا این خیزش انقلابی فروکش کرده، در حال فروکش کردنه و از جمله مثلا یکی از سیاست‌هاشون هم هست، مثلا تو همین بولیتن بازم داره اشاره میکنه، میگن که اونجا دارن صحبت میکنن، یعنی با اون مردکه قریشی به اصطلاح قاسم قریشی معاون فرمانده بسیج، اونجا داره وقتی صحبت میکنه با این خبرنگاران وابسته به رژیم، بازجو خبرنگاران، اونجا دارن مطرح میکنن که ما باید بگیم که اغتشاشات تمام شده. میدونید که این انقلاب و این خیزش انقلابی رو اغتشاش مینامن، بعدش میگه هر جا که بهش اشاره میکنیم باید بگیم تمام شده. بعد اونجا داره مطرح میشه که این تمام نشده، میگه ما تمامش باید بکنیم دیگه، یعنی بگیم تمام شده برای اینکه این جو یأس و ناامیدی رو وجود بیاریم. و معمولا خب اینا کارشونه که این کارو بکنن، ولی من میشنوم از این ور اون ورم بعضی از مردم انتظار دارن که و فکر میکنن که وقتی انقلاب شروع میشه همش حرکت رو به جلوه و افت خیزی نخواهد داشت، در صورتی که اینطوری نیست. یعنی شما به انقلاب بهمن 57 سال 57 نگاه کنیم یا انقلاب‌های دیگر هم نگاه کنیم، هر انقلاب‌های بزرگی اینا معمولا در روند خودشون افت خیز داشتن، گاهی وقتا اوج میگیرن، گاهی وقتا به خاطر مجموعه از عوامل، از جمله به خاطر سرکوب‌های حکومتی یا عوامل دیگه یه فرودی دارن، مثلا افت میکنن و دوباره اوج میگیرن تا به اون قله‌ای که مثلا هدفش هست برسن. در انقلاب ایران هم به نظر من اینجوری خواهد بود، ولی در کوتاه مدت من این فایل‌های صوتی رو که نگاه می‌کردم این که افشا شده، واقعا می‌بینم ترس از بسیار در خود رژیم می‌بینم، اختلافات در درون خودشون می‌بینم، بعد این ریزشی که دارن صحبت می‌کنن می‌بینم و به نظر من در کوتاه مدت توازن قوای موجود به نفع مردم، به نفع طبقه کارگر تغییر پیدا خواهد کرد و رژیم در وضعیت بدتری قرار خواهد گرفت. ببینید چون یکی از دلایلش هم اینه که رژیم واقعا فقط مسئله بحران سیاسی نیست، بحران اقتصادی هم هست. رژیم هیچ برنامه اقتصادی نداره. یعنی شما الان در نظر بگیرید خودشون دارن اعلام میکنن که 70% مردم راه حل معیشتی خودشون هم حتی در تداوم این اعتراضات میبینن، یا راه حلشون در این اعتراضات میبینن، ولی رژیم حتی برای فریب دادن مردم هم قادر نیست هیچ برنامه‌ای رو ارائه بده، هیچ وعده‌ای رو نمیدن. یعنی از خامنه‌ای بگیر تا دولت رئیسی تا بقیه‌شون مجلس و همه این دار و دسته‌ای که بسیار قدرت رو به دست دارن در ایران، اینا هیچ وعده‌ای نمیدن به مردم، حتی وعده‌شو نمیدن. در این رژیمی که در این شرایط قرار گرفته که هیچ آینده‌ای رو برای مردم به اصطلاح متصور نیست، برای خودش هم حتی متصور نیست، من به نظرم نمیخوام زیاد ابراز خوشحالی کنم، چون میدونم که
با یه رژیمی روبرو هستیم که فرق میکنه با همه رژیم‌های معمولی که حالا معمولی در کشورهای دیگه میشناسیم. یعنی اینا رو فقط میشه مثلا با فاشیست‌های مثلا آلمان مقایسه کرد، با موسولینی مقایسه کرد، حتی گاهی وقتا بدتر. یعنی مثلا آلمان وقتی فرانسه رو اشغال کرد کمتر میبینی که بیان مثلا با مردم کشورهای اشغال شده همون کاری بکنن که اینا با مردم میکنن. یعنی که رژیم بیاد یه معترض رو بکشه و بعدش جنازه‌شو بدزده، به خانواده جنازه‌شو نده، بعد از 5 روز جنازه‌شو ببره در یه روستای دوری به خاک بسپاره که اینا نتونن مراسم بگیرن. یعنی این حتی رژیم فاشیست آلمان هم بسیار کمتر از این جنایت‌ها انجام میداد. یعنی این رژیم با اون رژیم قابل مقایسه است. در نتیجه من ساده نمیبینم، مثلا کار این انقلاب رو ساده نمیبینم، ولی خوشبینی بیهودم نباید داشته باشیم، باید بدونیم راه سختی در پیش داریم، ولی از این طرف هم میبینیم که قدرت مردم بزرگترین قدرت هاست دیگه، و قدرت کارگرها و به طور کلی مردم. و رژیمی که در مقابل 84% مردم قرار گرفته، این رژیم به رغم سرکوبگری ها، به رغم جنایتگری هایی که بسیار داره، این رژیم قادر نیست که از پس مسئله در بیاد. و امیدوارم که وارد فاز بعدی انقلاب بشیم، اوجگیری بیشتر انقلاب بشیم و سرنگونی رژیم، و اون وقت فاز بعدی رو چطور می‌بینید؟ عذر میخوام. بله؟ فاز بعدی رو چطور می‌بینید؟ آره، من فاز بعدی رو منتظر دو چیزم. این نظر شخصی که اعتصابات شروع بشه، اون اعتصابات در مراکز کلیدی شروع بشه و اون پیوندی که قرار گفتم اهمیتش رو گفتم که چرا مهمه، پیوندی بین اعتراضات خیابانی و اعتصابات کارگری و معلمی و بخش‌های خدمات از پرستارا گرفته تا دیگر بخش‌ها، این پیوند ایجاد بشه بین این دو پر انقلاب. به نظر من وقتی این پیوند ایجاد بشه، به نظر رژیم در سراشیبی بیشتر قرار خواهد گرفت. الان در سراشیبی هست، در سراشیبی بیشتری قرار خواهد گرفت و بعد از اون نمیدونم، یعنی پیش بینی نمیشه کرد، همونجوری که تو خودتون هم اشاره کردید پیش بینی نمیشه کرد، ولی من نظرم اینه که این رژیم رو بدون مبارزه مسلحانه، یعنی بدون در شرایطی که کارگرها و مردم به پادگان‌ها حمله میکنن و سلاح از دست به مراکز بسیج، مراکز سپاه، مراکز نیروهای انتظامی حمله میکنن و سلاح رو از دستشون میگیرن و سلاح رو به روی خودشون، به علیه خودشون به کار میبرن، بدون اون مبارزه مسلحانه این انقلاب پیروز نمیشه. چون ما رژیمی روبرو هستیم که خون و جنایت و خونریزی به صورت جزئی از دی ان ایش هست. در نتیجه این رژیم رو تنها با قهر میشه ساقط کرد. بله، سپاسگزارم. خب اون چه که مشخصه اینه که سرنگونی همه دیکتاتورها از جمله دیکتاتوری حال جمهوری اسلامی قطعا زمان میبره و مردم نباید ناامید بشن، نباید عجله کنن و پله پله و همین اعتصابات کارگران هم میشه که فرصتیه که معترضین، توده های معترض در خیابون نفسی تازه کنن و تا بتونن گام های بعدی رو محکمتر بردارن رو به پیروزی. از اینکه دعوت ما رو به این برنامه پذیرفتین رفیق ایوب گرامی، ازتون خیلی سپاسگزارم از اینکه وقتتون رو در اختیار ما گذاشتین. خیلی ممنون از حضورتون. خواهش میکنم، ممنون از دعوت. مرسی. سپاسگزارم. بله بینندگان عزیز، گفتیم که هفته بسیار باشکوهی رو در ایران پشت سر گذاشتیم. ما شاهد این بودیم که بیشتر از 10 شرکت کارگران به اعتصابات سراسری پیوستند و کامیونداران امروز 5مین روز از اعتصاب خودشون رو به پایان رسوندند و این جای بسی خوشحالی است و 24 ساعت گذشته مردم در سراسر ایران، در گوشه و کنار ایران شاهد ما رقص و پایکوبی مردم بودیم. مردمی که دلشون خونه روی خاکی رقصیدند که با خون جوانان و مردم معترض آغشته است، اما رقصیدند تا این رقصیدن و این شادی سرآغازی باشه برای جشن بزرگ پیروزی. سپاسگزارم از اینکه تا این لحظه با ما همراه بودید. تا دیداری دوباره و برنامه دیگر، شاد و سربلند باشید. به امید پیروزی.
تمام تازیانه ها تبر شود که با جوانه ها صدا شویم، من و تو و دگر دوباره ما شویم. قسم به خون پاک لاله ها، به انقلاب عشق و بوسه ها، در این گذار رنج بی امان، ز جان ز تن وطن مرا بخوان که با خروش بانگ سرخ نام تو جهان بلرزد از قیام تو. به نام زن به نام زندگی دریده شد لباس بردگی، شب سیاه ما سحر شود، تمام تازیانه ها تبر شود که با جوانه ها صدا شویم، من و تو و دگر دوباره ما شویم. برپا خیز برای زن زندگی آزادی، برپا خیز